ما این سری بحران‌های حل نشدنی 20-30 ساله داریم آقای دکتر. بحران آب، بحران مسکن، بحران آلودگی هوا، تورم، ناترازی بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست، انرژی، مهاجرت، بیکاری. اینا هی دارن حجمشون بیشتر میشن روی ایران. مشکل از کجاست؟ چی باید درست بشه که اینا درست بشن؟ ببین بقیه مشکلات که هرچی هست 7-8 تا نوشتین اینجا، از مسکن و آلودگی و تورم و مشکل بانک‌ها و بازنشستگی و محیط زیست، انرژی، مهاجرت، همه اینا رو جمع کنی به اندازه آب نمیشه. شما میفرمایید آب از همه اینا جلوتره. بله، اگر حاکمیت بخواد این بقیه مشکلات حل کنه ظرف 5 سال همش حل میشه. یه تصمیماتی باید بگیرن که در راستای تفکرشون هم نیست. یعنی روک راست من به شما بگم، یعنی بیان با دنیا تعامل بکنن. یک تعامل با دنیا دشمنی نکنن. از منابع جهانی برای رفع مشکلات داخلی استفاده بکنن. همه مشکلات بعدی حل میشه ظرف 5 سال. ولی شما آبتون دیگه تمام شد. آب یعنی تمدن 7000 ساله. یعنی چی تمام شد؟ یعنی همون آب زیرزمینی که میفرمایید؟ بله، آب زیرزمینی روزانه دیگه اینا قابل احیا نیستن که. به خاطر همون فرونشست ها، از بین بردن ها، آب میاریم بالا تبخیر میکنن دیگه. چرخش کامل که نیست. شما هر آبی که تبخیر میکنین ممکنه بخار بشه 30% اینجا بباره، 70% بره جای دیگه. هی کم میشه. این رضا از یه طرف فرونشست دارین، از یه طرف خلال فرج ها رو پر میکنین، بعدن 2000 میلیمتر باران هم باشه جا برای ذخیره نیست. اصلا آب تموم میشه. خیلی جاها تموم کردیم الان. مثل کجا؟ مثل مرند خود ما، مثل کرمان، مثل فارس، مثل یزد، مثل اصفهان، مثل خراسان جنوبی. تموم میشه یعنی زیر زمین تموم میشه. زیر جاری هم که ندارن که. آب جاری فقط یه خوزستان هست و یه سفید رود داریم توی گیلان میره خزر. جای دیگه ما آب جاری نداریم. آب جاری همون هم تموم کردیم، خوش کردیم. اینی که اونها قابل احیاست، قابل برگشته. شما 5 سال درست تصمیم بگیرین، تعامل کنیم و همون شعار وزارت خارجه چی بود؟ یه سیاست پایدار، سیاست خارجه، همون هم حفظ کنیم. بابا ما با دنیا دشمنی نکنیم. دنیا با ما کاری نداره و اون وقت میتونیم همه این مشکلات رو ظرف 5 سال حل کنیم. غیر از آب. آبو چیکار کنیم؟ آب رو باید بهره برداریمون رو بیاریم پایین. یه بخشش غیر قابل بازگشته، اثراتی که داشتیم. بقیه‌اش هم برگردیم به همون 40%، بگیم مصرف آبون رو 50 میلیارد متر مکعب کم میکنیم در سال. یه بخشش شاید. شما امیدوارید به این داستان؟ نه. جمع کنیم بریم؟ حالا هر کسی میل خود. عمر ما که تمام شده. ما یه مردا 75 سال عمر متوسطشون، خانم‌ها 76 سال. ما 71 سالش کردیم. 4 سال از عمر متوسط ما باقیه. تو 39-40 سالت، 35 سالت باقیه. میل خودت. من ارزش نداره برای 4 سال جمع کنم برم. خیلی تاریکه این چیزی که شما تصویر میکنید. اصلا روشن نیست. منتها خب این تصور شما بر مبنای یه سری فکت دیگه. 2 تا 4 تا خب دیگه. بالا از اینا خبر دارن، از این فکت‌ها؟ حتما خبر دارن یا ممکنه خبر نداشته باشن. نمیدونم. خب یعنی راضی هستن به این که مثلا 20 سال دیگه عمر این تمدن 7000 ساله تموم بشه به هزینه چی؟ نمیدونم، من نمیتونم قضاوت. من موضوعم اینه، یعنی این چیزی که شما میگید این هم جاهای مختلف گفتید، حتما به گوش مسئولین دیگر هم رسیده دیگه. ببین من این حرفا رو میزدم، به من بستن که این جاسوس صهیونیست هست. همین حرفا رو میزنم.
چه کسانی میگن جاسوس صحیح نیست؟ یعنی میگن آمارتون غلطه. نه، اونا میخوان که از این حرفا زده نشه، ریشه این مملکت ویران بشه. این خواست اسرائیله. آها، یعنی شما میگید که به صورت فعال جریان نفوذ سعی در ساکت کردن کسانی داره که میخوان راه حل رو، و به صورت فعال جریان نفوذ به دنبال اینکه این سیاست‌های غلط رو ادامه بده، سیاست‌های غلط زیربنایی رو. یعنی اینجوری نیست که خبر نداشته باشم، منتها میگم فلانی اشتباه میکنه، یا فلانی مثلا جاسوسه، یا فلانی آمار غلط داره میده. یا این ببینین مملکت داری که آسان نیست، کشورداری خیلی سخته، بخصوص یکی بخواد کشورداری و مملکتداری بلند مدت فکر بکنه، یعنی برای ایران 100 سال دیگه فکر کنه، ایران 200 سال دیگه فکر کنه، ایران 500 سال دیگه فکر کنه، ایران 20 سال دیگه فکر کنه. این تصمیمات روزمرگی در دوران مسئولیت من به نتیجه برسه، این چیزیست که تو ذهن مدیران ما از خارج وارد کردن که کشور رو ویران کنن.